یکی از راه‌های اساسی سالم و بردم از سردی‌های فصل زمستان برآوردن چاروا از ذخیره کافی خوراک چاروا و تجربه چارواداران وابستگی دارد. سرد آمدن آب و هوا دوام روزهای آخر چارواداران را وادار می‌کند که از هر وقت دیده بیشتر در اندیشه تأمینات چاروا قایم و خوراک سرغذا باشند. با مقصد شناسایی با وضع ساحه و پیشنهاد دستورهای مفید و چارواداران و کشاورزان از حساب نمایندگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان، ساختار و اداره‌های وابسته، گروه‌های کاری تأسیس یافته در دهات و محله‌ها با ساکنان و چارواداران واخوری دایر نموده بهرشان توصیه‌های مفید جهت بی‌تلف از زمستان برآوردن چاروا و در حالت خوب نگه داشتن سبزواتی در گرمخانه‌ها موجود بوده پیشنهاد می‌کنند. من در نهایت در همه بخش‌های خوجگیداری 46000 سرشماری چاروی کلون شوخدار و 106000 مولی майдан گوبین کرده می‌شود. کشاورزان نهایت 58700 تن خشک‌دار ذخیره کردگی بودند که 22000 آن را کایبیده تشکیل می‌کرد. من چارواداران نهایت با زمستان امسال تیار هستند. باوری دارم که یگان چی نمی‌شود تلفات. چارو را از زمستان سالم فرباه می‌برم. امروز در خوجگی مذکور زیاده از 50 تن خوراک‌های کنسرنتراتی ذخیره کردگی با کشرها من بردگی رسوندگیان. باور دارم که تنقیسی نمی‌شود این مسئله. نسلگیری از دهه دیگه ماه فوریه آغاز می‌گردد. تئوری‌ها رفته استودن و من کارکنان ساحه بایتاری نیز در این ساحه کاربری کرده استودن. باور دارم که معرکه را خوب جمع بست می‌کنیم. در خوجگی مذکور زادهای قرقلی پرورش می‌شود که من سمتی برای استحصال پشم است. و در این مسئله خوجگیندنی کارهای نظررس با دست آورده شده است. زیاده از 18 تن پشم استحصال کردگی در خوجگی مذکور سال جاری. مسئله زاد قطعی کار کرده استند با علمای من همی ساحه هم ما کاربری کرده استیم که برای مثال نیست نشدن همی زادی قرقلی کارا برده استوده. айни ҳол дар ноҳия 4 та нуқтаи бордоркунии сунъӣ фаъолият мекунанд ки бо зотҳои шиведи зебимонанд мо парвариш додан чорумона. хоҷагиҳои мо бо муассисаи зотпарварии хушҳодкунии бордоркунии сунъии вилоят шаҳрнома дорад бо нутфаи таъмин карда мешавад. мақсади мароми бордоркунии сунъӣ неяст ки барои хушзод кардани чораҳои аҳолӣ ва чораҳои хоҷагии мана ширкати исламоли холдинги сомонии хоҷагии ёрасони ду айни ҳол мо фаъолият дар ин хоҷагӣ 870 та чораҳои калони шохдор парвариш мешавад. аз ин 213 та модагоҳ мебошад ки то имрӯз аз 100 сар 80 сари гусалла насл ба даст овардаанд. захираи хошок бошад дар ин хоҷагӣ басанда аст. 1100 тонн тарбеда захира кардагӣ аст. 15 тонн айни ҳол хӯроки ширадор аз он ҷумла кунҷора таъминай. ин хоҷагӣ бе ягон монегӣ аз зимистон мебарад. аз ҳисоби хоҷагии деҳқонӣ фермерӣ айни ҳол дар ноҳия 4600 сар моли майдаи парвариш меёбад ки дар ҷамоати истиқлол ва ҷамоати шаҳрак нигоҳубин карда мешавад. дар мавзеи мана далил намегем исо дар мавзеи тарафи озодӣ хоҷагӣ бошад бо хошоку хӯрокҳои ширадору консентратӣ таъмин мебошад. айни ҳол нигоҳубини шоҳрво соз мебошад. мона мақсаду маром ки мана зимистона бо ягон талафот буроранд чорводоро барагирии хилофат аз моҳои 1 март сар мешавад. мо нақшаи барра бо пуррагӣ иҷро мекунем. заминогузорӣ бори наслгирӣ мо айни ҳол парвариш мекунад зоти гӯспанди ҳисорӣ ки 2 та хоҷагии фермерии деҳқонӣ аст. мешои назай мо наслгирӣ ягон хеле мо танқисӣ нестай. он нақшае ки мо да вобастага нақшаи мо мебарем.
در جماعت دیوت استقلال سه فرمای جمعیتی عمل میکند که در آنها و عموما در اهالی همگی 8231 سر حیوان کلان شاخدار و 17800 سر حیوان میده شاخدار مالی میده هستند که تا امروز آنها با خوراک کنسنتراتی هم با خوراک خشکی علف‌های گوناگون تامین هستند و ذخیره هم در این سال چاروداران ما خوب مهنت کردن و ذخیره هم دارن برای از زمستان برآوردن چاروا تیار هستند و خدا خواهد که تنج و امان میبراریم چاروا را. معرکه نسلگیری آماده هستیم. عموما از ماه مارس سر می شود، پیشرو شود ماه فوریه سر می شود. آمادگی همه طرفه داریم. در حدود جماعت یک بنگاه باردارکنی داریم که برای خوشزاد کردن چاروا عمل میکند و دائما در کار است. چارواداران ما با عموما حاضر برای پوشاک گرم و خوراک گرم خیمه ها تامین کردگی هستند. با ما همکاری دارند و ما در این سمت به آنها همه وقت یاری میرسانیم. چه مشکلاتی که دارند در یک جایگی حل میکنیم. چنانه که از مشاهده ها برمی آید در خواجگی های علاهیده چارواداری ناحیه جلال‌الدین بلخی چارواداران با استفاده از تجربه بایی در این جاده داشتهشان کاف و بیده و دیگر نوع خوراک چاروا را به قدر کافی ذخیره کردند. علاوه بر این در این روزهای زمستان چاروای موجوده را با یم و دیگر نوعهای خوراک شیردار تأمین میکنند که این عامل امکان میدهد چاروا سالم و بردم و بی تلف از زمستان برآورده شود. در ناحیه دوستی نیز مثل ناحیه جلال‌الدین بلخی کشاورزان بیشتر به فعالیت گرمخانه ها توجه دارند با مقصد حفظ زراعت کشتهشان از سردی. عاملی در تجربه سنجیده شده دودمانی داخل گرمخانه ها را به راه ماندند. هرچند روزهای سرد زمستان کار کشاورزان را مشکل نموده است، ولی مردم کشاورز از این حالت راه افتاده نشده با درک مسئولیت بیشتر گرمخانه های موجوده را طریق پیچ‌ها به واسطه انگشت با حرارت معتدل گرمی تامین میکنند. قسمت دیگر زراعت کشتهشان را جمع‌آوری و در انبارها نگهداری میکنند. ضمن بازدید و واخوری با کشاورزان متخصصان ساحه جهت بی‌تلف نگهداری حاصل موجوده و از خوششوی حفظ نمودن زراعت در گرمخانه‌ها پیش شده دستورهای مفید پیشنهاد نمودند. با وجود سردی هوا و مشکل بودن رفت و آمد به مناطق دوردست، نمایندگی مقامات اجراییه، متخصصان و مسئولان ساحه کشاورزی به ناحیه‌های قبادیان و شهر توس رهسپار گشته از وضع زمستانگذرانی در خواجگی‌های چاروادار بازدید نمودند. در ناحیه 3298 سر چاروای میده شاخدار در بخش جمعیتی و خواجگی‌های دهقانی پرورش یافته. اینچنین 1773 سر چاروای کلان شاخدار پرورش کرده می شود. برای سالم و بی‌تلف گذراندن زمستان کشاورزان ناحیه زیاده از 39,000 تن خاشاک درشت از قبیل بیده، تربیده و کاخ و خاشاک جمع کرده بودند. زمستان این سال خنک آمد، بنابراین خواجگی‌های کشاورزی ناحیه در نزد کشارها زیاده از 10,000 تن بیده خشک ذخیره کردند که این برای بی‌تلف و سالم برآوردن چاروا از زمستان مساعدت می نماید. در یک جایگی گروه کاری در زمین‌های کشت شده خواجگی‌های دهقانی شده با کشت گندم، باغ، تاک شناس شده مشاهده کردیم که الکی زمستان بعد زمستان خواجگی ها باغ پروران تیار دیده یک جایا در دودکنی دوام دارد. در ناحیه
زیاده از 1 هکتار گرمخانه دائم عمل کننده موجود بوده. در گرمخانه برای گرم نگه داشتن گرمخانه علاوکنی پرزور کرده کوشش کرده ایستادند که زراعت‌های کش کرده شدهشان تلف نیابند. در ناحیه قبادیان متخصصان حالت باغ‌های موجوده را از نظر گذرانیده و باغداران توصیه دادند که عامل‌های دودمانی باغات را در این روزهای سرد راه‌اندازی کنند. در این ناحیه نیز کشاورزان عامل‌های حفظ زراعت کش شده را پیشه کرده از پیچ‌ها و دودمانی باغ‌ها وسیع استفاده می‌کنند. وضع زمستان گذرانی در خواجگی‌های چارواداری نیز معتدل بوده و قدر ضروری خوراک چاروا ذخیره گردیده است. وضع کنونی حالت امروزه چارواداری من در منطقه ولایت ختلان علل خصوص در ناحیه شهر توس با آن نگاه نکرده که چنین خنکی سرد حکم فرما است. در سراسر یعنی منطقه چاروپروری چراگاه‌های زمستانه امروز خنک است و تمامی قریب که من چراگاه را بفروشنده است. چارواداران با این نگاه نکرده من امروز یعنی که چاربای خرد با خوراک‌های سرغذا از قبیل من بیده تامین نموده ایستادند و چنانه که حالت نشان داده ایستاده است. امروز چارواداران من حرکت دارند که همین زمستان سختی امروزه را یعنی که گذرانند و چاروا را خوراک‌های سرغذا از قبیل یونچقه، جرمه جگاری، کنجوره یعنی خورنده ایستاده شبانه و روزانه حرکت چاروا را تامین نموده ایستند که چاروا در بهار یعنی که سالم، فربه و به تلفات جنبست شده یعنی نسل خود را هم به دست بیارند. هرچند تل و تپه ها برفپوش است و حرارت هوا سرد و نامساعد، اما چارواداران در ناحیه شهر توس از این وضع نگرانی نمی کنند، زیرا به قدر ضروری یک خوراک و چاروا را ذخیره کرده در این روزهای سرد زمستان به طور فراوان استفاده می کنند و نمی گذارند که چاروا تلف یابد. در خواجگی همگی 3 رما موجود بوده. با آمدن سال مثل زمستان آماده ایم. در سال جاری 450 تن خوراک درشت تیار کردگیم. از آن جمله حاضر 50 تن کنسنتراتی ایم تقسیمات شدگی با 15 تن داریم تقسیمات کردنیم. با حاضرش شرایط ما خوبه. از آمدن زمستان این آب هوا خبر داشتیم. در روز پیش همه کشور را ایم خشک رساندگیم. ضمن بازدید از خواجگی‌های چارواداری عیان گردید که چارواداران به فصل زمستان آمادگی همه جانبه گرفتند و به قدر ضروری خوراک چاروا را ذخیره کردند. چنان چاروادار خالق داده اهل دین اظهار داشت از تجربه در این جاده اندوختهشان استفاده نموده و طور شبانه روزی چاروا را نظارت میبرند. ما زیاده 1100 سر زیادتر مال داریم در پیش خودمون. مقصد همه امنیت نگاه کرده تامینات ما خشکر ساز خوبه. 3-4 گوسفند نمود سرسری قومیت اکبر حسین نمود الله پس حالا کم کم میخوایو با خون در گردش میشه. در گوسفند نباید خوره، گوسفند باید گرده. گوسفند که گشت خوره مزه نمیکنه. ما به خاطر مقصد من تلفات با میتیم این ملف میتیم که تلفات نیاوا. ما این خونکی نگاه نمیکنیم. خونکی شد مقصد 50 پرس نه 70 پرس میتیم که مقصد تلفات نیاوا. تامینات خوبه. همه پیم علف خوشوک هست. یگان کم دینه. در نیمه شب به حرکت در آوردن چاروا یکی از عامل‌های دیگری ایمن نگاه داشتن چاروا از تربی دانسته می شود. وضع نگاهبانی چاروا در خواجگی چارواداری ناحیه وحش نیز خوب نتیجه گیری می شود. رهبریت این خواجگی قبلا به دوره سردی های فصل زمستان آمادگی گرفته و مقدار ضروری یک خوراک چاروا را ذخیره کردند. عین حال ما در مؤسسه دولت خواجگی زودپروری مشعل ناحیه وحش و کوپراتیو تجارتی چارواداری ناحیه وحش قرار داریم. چطوری که آگاهی پیدا کردیم ذخیره خوراک برای زمستان گذرانی در هر دو خواجگی بسنده است. چارواداران خوراک‌های کنسنتراتی رو پیشکی آورده ذخیره کردند. چخیلی که عین حال ما دیده ایستادیم در همه کشورها خوراک چاروا بسنده است و تا گذشتن دوره خنکی و بهاری است که چاروا سالم از زمستان میبرند.
متخصصان ساحه به همه کشاورزان و چارواداران توصیه می‌دهند که از عامل‌های در تجربه سنجیده شده از قبیل دودمانی باغ‌ها، طریق پیچ‌های علاوی، با حرارت معتدل تامین نمودن گرمخانه‌ها، با خوراک شیردار و یم و خوراک تامین کردن چاروا دقت بیشتر را روانه سازند.